تصور کنید طی هماهنگی جهانی فقط یه هدف مشترک دنبال بشه. 8 میلیارد انسان در یک لحظه واحد تصمیم بگیرن که روده بزرگشون رو تخلیه کنن. شاید الان بخندید و بگید خب که چی، یکم بو میاد دیگه. اما نه، قضیه خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. اگر این اتفاق واقعا بیفته، ما با یه فاجعه زیست محیطی، فروپاشی زیرساخت‌های شهری و شاید تغییر جغرافی زمین روبرو بشیم. امروز می‌خوایم توی این ویدیو بزرگترین تخلیه تاریخ بشریت رو شبیه‌سازی کنیم. بیایید اول با ریاضیات کثیف شروع کنیم. میانگین وزن مدفوع هر انسان سالم حدود 250 گرمه. البته میدونم بعضی‌ها این رکورددار هستید، ولی ما میانگین رو میگیریم. 8 میلیارد ضرب در 250 گرم میشه 2 میلیارد کیلوگرم، یا به عبارتی 2 مگاتن مواد دفعی. برای اینکه بفهمید این عدد چقدر بزرگه، این وزن برابر میشه با 6000 هواپیمای بوئینگ 747 با مسافر کامل، یا برابر با وزن 20 ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز. اگه همه این مواد رو یه جا جمع کنیم، یک کوه به ارتفاعی میسازیم که برج ایفل توش گم میشه. ولی مشکل اصلی وزن نیست، مشکل اصلی حجمه. حجم این مقدار مدفوع حدود 2 میلیون متر مکعب میشه. یعنی میتونیم 800 تا استخر المپیک رو لب به لب باش پر کنیم و این فقط شروع ماجراست. خب حالا که همه کارشون رو کردن، نوبت چیه؟ سیفون کشیدن. اینجاست که تمدن بشری به لرزه در میاد. یه توالت مدرن معمولی حدود 6 لیتر آب مصرف میکنه. فرض کنیم 60% مردم به توالت سیفوندار دسترسی دارن. 5 میلیارد ضرب در 6 لیتر میشه 30 میلیارد لیتر آب. در عرض چند ثانیه 30 میلیارد لیتر آب شیرین باید وارد لوله ها بشه. میدونین چه اتفاق میفته؟ افت فشار ناگهانی. فشار آب در تمام شهرها به صفر میرسه. هیچ کس نمیتونه دوش بگیره. آتش نشانی‌ها بی‌آب میشن و سیستم آبرسانی جهانی سکته میزنه. ضربه قوچ. وقتی این حجم آب یهو حرکت کنه و یهو قطع بشه، لوله های اصلی شهرها منفجر میشن. حالا اون 30 میلیارد لیتر آب به اضافه 2 مگاتن مواد باید کجا بره؟ توی فاضلاب. سیستم فاضلاب لندن، نیویورک یا تهران برای میانگین مصرف طراحی شدن، نه برای اینکه همه همزمان دکمه رو بزنن. ظرفیت لوله ها پر میشه. قانون فیزیک میگه وقتی جا نباشه مواد برمیگرده. ما شاهد پدیده‌ای به اسم بازگشت بزرگ خواهیم بود. محتویات فاضلاب نه تنها پایین نمیره، بلکه از توالت‌های طبقات پایین آپارتمان‌ها، کفشورای حمام و منحول‌های خیابون با فشار بیرون میزنه. خیابونا تبدیل به رودخونه‌های قهوه‌ای میشن، بوی تعفن غیر قابل توصیف میشه و خطرناکتر از اون گاز متان. مدفوع انسان گاز متان و هیدروژن سولفید تولید میکنه. وقتی این حجم از مواد توی خیابونا جاری بشه، غلیظت متان توی هوا بالا میره. متان به شدت اشتعال پذیره. کافیه تو این وضعیت یه نفر سیگار روشن کنه یا یه جرقه الکتریکی زده بشه. ممکنه شاید انفجارهای زنجیره‌ای در شبکه فاضلاب‌های شهری بشیم. در پوشش شدنی فاضلاب مثل موشک به سمت آسمون شلیک میشن و علاوه بر انفجار، باکتریا و بیماری‌ها مثل وبا و آیکولای توی کل منابع آب زیرزمینی پخش میشن. عملاً تا ماها هیچ آب شرب قابل خوردن نیست. شاید اولش بخندیم، ولی این سناریو نشون میده که سیستم دفع فاضلاب چقدر برای بقای ما حیاتیه و چقدر شکننده است. ما روی لبه تیغ زندگی میکنیم و فقط به خاطر این که همه با هم نمیریم دستشویی زنده ایم. پس دفعه بعد که سیفون رو کشیدید و همه چی راحت رفت پایین، یه لحظه مکث کنید و از مهندسای فاضلاب تشکر کنید. اگر از این ویدیوهای عجیب خوشتون میاد، سابسکرایب رو فراموش نکنید.